سلام به همه طرفداران کامیکس، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یه ویدیو جدید اومدیم پیشتون که راجع به سیزن دوم لوکی است و قرار اتفاقات داستان سریال خفن و جذاب رو بررسی کنیم و بهتون بگیم. و خب چون توی یه دونه ویدیو قرار کل سیزن رو بررسی کنیم، قطعا موشکافی نمی‌کنیم و فقط اتفاقات مهم رو بهتون میگیم و یه آینده نگری هم نسبت به MCU و فاز 5 قراره انجام بدیم. همونطور که میدونید ما تو این چنل به بررسی موشکافی فیلم‌ها، سریال‌ها یا انیمیشن و بعضی اخبار مهم میپردازیم. قبل از شروع ویدیو ممنونشم تا چنل رو ساب کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید، کامنت حتما برامون بذارید، چنل تلگرام رو جوین بدید، پیج اینستا هم فالو کنید و بریم سراغ ویدیو. خب میتونیم بگیم داستان ما با یه تفاوت بزرگ نسبت به سیزن قبل شروع میشه. تایم اسلیپ کردن لوکی، این سفر در زمانش یه حالت جذابیه که یه جورایی باید اصلا ازش استفاده می‌کردن و اجباری بود توی سریال و ما همش فکر می‌کردیم که چرا توی سونیورس هم چیزی وجود داره ولی توی MCU اینو استفاده نمی‌کنن و اصلا میگفتیم این دوتا هماهنگ نیستن، مارول و سونی داستانشون، اما حالا اینجا اومدن یکم بیشتر هماهنگ شدن. و نکته بزرگش هم اینه که هم سفر در زمان میکنه و هم سفر در مکانی که فقط زمان رو عوض نمیکنه بلکه مکانش هم عوض میشه و کلا به یه زمان و یه مکان دیگه منتقل میشه که بعدن خب تونستیم تایم اسلیپ کردنش رو دستش بگیره و هر جا که خواست و نیاز داشت بره و تا هر زمانی هم که میخواستش اونجا بود. در کل میتونیم بگیم کل اپیزودا منتهی میشه به قسمت آخر، یعنی کل اپیزودا یه طرف، اپیزود 1 تا 5، اپیزود 6 هم یه طرف دیگه و همه اون 5 تا اپیزود هم راجع به مشکل لوکی با تایم اسلیپش یا پیدا کردن لوکی برای یه راه حل تا این مشکل بزرگ رو درست کنه و تبدیل به ناجی جهان و TVA بشه. خب اتفاقات رو که قطعا دیدید، مثلا کنترلی که روی زمان لغزش پیدا میکنه یا صرف کردن قرنها برای یادگیری فیزیک و کوانتوم و هرچی راجع به اینا هست توسط لوکی، و سرکله زدن با سیلوی یا کلی اتفاقات دیگه. اما سرنوشت سازترین اپیزود همونطور که گفتم همین اپیزود آخره و بیشتر حرفی که ما قراره تو این ویدیو بزنیم راجع به همین اپیزود آخره. تو اپیزود آخر ما بالاخره میتونیم شاهد این باشیم که ویکتور تایملی اون افزایش دهنده ظرفیت رو وارد اون مولتیورس میکنه و نقشش موفقیت آمیز واقع میشه که با کمک یادگیری طولانی مدت لوکی راجع به فیزیک و کوانتوم بود. اما این خوشحالیشون زیاد دوام نداره و خیلی زود متوجه میشن که اونا نمیتونن به اندازه کافی ظرفیت دستگاه رو افزایش بدن، چون مولتیورس بی نهایت و تموم نشدنی و شاخه‌هاش همینطوری اضافه میشه و در حد بی نهایت اضافه میشه. پس نمیتونی که با یه افزایش دادن موقت این مشکل رو حل کنی. پس لوکی برمیگرده به زمانی که سیلوی میخواست کنگ رو بکشه و با اون بعد از بارها و بارها تکرار شدن مبارزهشون خب با سیلوی میتونه یه مکالمه مفصل با کنگ داشته باشه و اونجا کنگ بهش میگه که نمیشه کاری کرد و سرنوشت خوب از پیش تعیین شده است و یه جورایی حرفا رو میزنه و اون باید برای جلوگیری از همچین اتفاقی و نجات دادن جون کلی از انسان‌ها بزنه سیلوی رو بکشه یا یه کار دیگه بکنه. و برای همین برمیگرده به اولین زمان آشناییش با موبیوس و یه نصیحت ازش میگیری که خب تو طول دو تا سیزن ما زیاد دیدیم که لوکی نصیحت‌های مختلفی از موبیوس میگیره و یه جوری تبدیل شده بود به همون به یه دوست براش و وابسته شده بود به موبیوس. لوکی هم میفهمه که نمیتونه کار آسونی باشه که سیلوی رو بکشه، ولی موبیوس به هر حال بهش میفهمونه که محو کردن متغیرها و وریانت‌ها زیاد کار آسونی نیست و ولی اجباریه و باید همین کارو بکنه. به هر حال برمیگرده به پیش سیلوی و اونجا سیلوی یه نکته دیگه رو بهش میگه که بهش میگه تو فقط داری یه چیز اشتباه رو جایگزین یه چیز اشتباه تر میکنی و حق انتخاب و آزادی مردم رو ازشون میگیری. اینجا لوکی میفهمه که باید کلا از شاخه داستان رو عوض کنه و درستش کنه. میاد و مولتیورس رو به یه شکل دیگه کنترل میکنه، دستگاه کنگ رو نابود میکنه، شاخه‌ها جدا میشن، میبینه که اگه ولشون کنه شاخه‌ها میمیرن، پس مجبور میشه انتخاب کنه که شاخه‌ها رو مدام نگه داره تا به همه بتونن زندگی کنن. پس لوکی مجبور فداکاری کنه و انتخاب کنه که یا جون همه انسان‌ها رو نجات بده یا بتونه با دوستاش زندگی کنه که جون انسان‌ها رو انتخاب میکنه از طریق پورتالی که قبلا کنگ پادشاهی میکرده، توش شاخه‌ها رو شبیه به درخت نگه میداره تا مولتیورس بتونه به حیات خودش ادامه بده. حالا نکته که اینجا پیش میاد یه تئوری هست که میگه الان لوکی گاد آف استوریز هست.
گاد آف استوریز اگه بخوایم کلی بگیم یعنی آفریننده اتفاقات تو یونیورس ها، یه جوری قدرتمندترین شخص بین کسایی که با مولتیورس سر و کار دارن و اینا، و از اون کسایی که اونقدر قدرت زیادی داره که تقریبا هر کاری بخواد میتونه بکنه. اما من به نظر من خیلی بعیده به نظرم مارول هنوز این کارو بخواد انجام بده. نمیخواد تا همچین کاراکتری رو وارد MCU کنه. دست کم تا زمان فیلم اونجرز سیکرت وارز از این خبرا نیست، چون به نظرم باید توی یه پروژه خیلی عظیم‌تر و بزرگتر مثل فیلم اونجرز یا همچین چیزی معرفی بشه، نه توی سریال 6 اپیزودی که اصلا سریال هم حتی نیست. این مینی سریال کوتاهی که کلا هر اپیزود 40-50 دقیقه بیشتر زمان نداره، که کلا روند داستان MCU رو زیر و رو کنه و از اول بسازه و اینا یه ذره براش زیاده. اما خب تغییر بزرگی رو به وجود آورد. بیشتر به نظرم لوکی یه حالت ناظر رو به مولتیورس داره، یه درجه پایین‌تر از گاد آف استوریز باشه. شاید هم نه همون گاد آف استوریز باشه. به هر حال پروژه آینده مارول قطعا اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع پیدا میکنه. مارول خودش بیشتر میاد راجع به این موضوع توضیح بده. البته خب فهمیدیم که لوکی قدرت خیلی زیادی داره، چون طبق چیزایی که تو سریال دیدیم میفهمیم که لوکی هر اتفاقی که توی یونیورس ها میفته رو متوجه میشه، هر حرفی زده موشه رو متوجه میشه و قطعا مثل کنگی بود که حکومت میکرد، حالا لوکی مثلا به جاش اومده. ولی خب مثلا کنگ دیگه مجبور نبود همه شاخه‌ها مدام تو دستش باشن و هر کاری میخواست میتونست به غیر از اینا انجام بده، ولی لوکی مجبوری که دائما همونجا باشه. خب بریم راجع به اون درخت مولتیورس صحبت کنیم. این حالت از مولتیورس رو ما توی اسپایدرمن اکراس اسپایدرورز که بررسیش رو توی ویدیو انجام دادیم و اگه ندیده حتما بعد از این ویدیو برید سراغش، دیدیم و سونی مولتیورس رو در اون قالب به ما نشون داد. و قبلتر تو فاز 1 مارول تو فیلم سور اونجا این درخت رو نشون داد و سور گفتش که 9 دنیا تو همین درخت جریان دارن و کل این جهان در واقع یه جورایی کل دنیا و مولتیورس و این داستانه تو همین یه درخت خلاصه میشه. و اتفاقا میتونیم بگیم که بالاخره همین درخت قرار مولتیورس آینده مارول رو تشکیل بده و بعداً میگم بیشتر باش سر و کار خواهیم داشت. در نهایت میتونم بگم سونی و مارول بالاخره سر یه سری چیزا به توافق رسیدن و خب مولتیورس رو اونجوری که باید نشون دادن. لوکی تو الان تو MCU به نظر من قوی ترین کاراکتر محسوب میشه. این خیلی قدم بزرگیه، چون مثلا تو فیلم‌های قبلی MCU سریال‌های قبلی کاراکترها خوب بودن، کاراکترهای قدرتمند حضور داشتن، ولی اینکه بیایم بگیم یه قدرتمندترین کاراکتری که معرفی شده بود نمیتونستیم با جدیت بگیم و فقط طبق فرضیه و تئوریا میگفتن مثلا هالک قویه، تانوس قویه، دکتر استرنج و هر کی یه چیزی میگفت. ولی اینجا قطعا با قطعیت میشه گفت که لوکی قوی ترین کاراکتری که تا الان توی MCU نشون داده شده و اینم بگم که لوکی قطعا تو پروژه آینده مارول حضور خواهد داشت، حتی با وجود چیزی که از شایعات و اینا میادش، ولی قطعا 1% هم نمیشه شک کرد که لوکی رو توی آینده خواهیم دید. و اینم بگم که چون اکثر اتفاقات MCU طبق کامیکا نیست و شاید یکی از حسناش هم همینه، غیر قابل پیش بینیه، نمیشه زیاد راجع به آینده نظر درست حسابی داد و قطعی دربارش حرف زد. یه سری تئوریا هست که میان و میرن و بیشترشون هم غلطن و نادرستن، در حدی نیستن که بشه به خاطر بحث کرد و زمان گذاشت و اونا رو توی یه ویدیو نشون داد. و اونا که منطقی بودن رو تو همین ویدیو گفتیم. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید. انتقاد و پیشنهادی راجع به کانال داشتید یا اگه چیزی از این سریال جا مونده بود و خواستید بگین یا اگه درخواست ویدیویی داشتید حتما تو کامنت ها بگین. پیج اینستا رو یادتون نره که فالو کنید حتما و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.